بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی بخشنده مهربان. در بخش صدای سلامت میشنوید از درمانهای ساده و آسان و خاصیت‌های گیاهان. در این بخش آشنا میشوید با بیماری‌ها و درمان آنها. سلام و درود بر شنوندگان عزیز رادیو مهر. خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه صدای سلامت. شهنازه هستم، مجری این برنامه به همراه محمدی حکیم، محقق طب بینیاگان. سلام شنوندگان عزیز رادیو مهر، امیدوارم حالتان خوب باشد. همراهان عزیز، در این برنامه هم کمی در رابطه با حجامت صحبت خواهیم داشت. در صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیثی داریم از پیامبر اکرم که می‌فرمایند بهترین دارو برای درمان دردها حجامت است. و نیز در کتاب ابن ماجه و ترمذی داریم که می‌فرمایند در شب معراج از کنار هر گروهی که عبور کردم ندایی می‌دادند که ای محمد، امت خویش را به انجام حجامت امر کن. ما در این برنامه به 3 سوال جواب خواهیم داد. سوال یکم: آیا استفاده از فواید حجامت تنها برای درمان بیماری هاست؟ چه افرادی را نباید حجامت کرد؟ سوال سوم: اقدامات لازم قبل و بعد از انجام حجامت چیست؟ آیا استفاده از فواید حجامت تنها برای درمان بیماری هاست؟ بیشترین کاربرد انواع حجامت قبل از بیماری هاست. با مکانیسم مختلف از جمله تنظیم سیستم ایمنی موجب پیشگیری از بیماری ها می گردد و بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که کاربرد حجامت فقط برای درمان بیماری ها نیست، بلکه برای پیشگیری از بیماری ها هم هست. ما خیلی از افرادی را داریم که قبل از اینکه بیمار شوند حجامت میکنند و خود را از بیماری ها دور نگه می‌دارند. پیامبر اسلام قبل از بیماری حجامت می‌کردند، یعنی برای پیشگیری حجامت می‌کردند. حجامت فقط در مورد بیماری ها نیست. اقدامات لازم قبل و بعد از انجام حجامت چیست؟ در مقالات علمی پزشکی آمده است که علاوه بر اینکه قبل از انجام حجامت معده نباید کاملا پر یا خالی باشد، باید حداقل 12 ساعت پیش از حجامت از مصرف لبنیات، ماهی و یا غذاهای شور و ترش و 24 ساعت قبل از آن از خوردن تخم مرغ به طور جدی پرهیز شود. همچنین ذکر شده است که علاوه بر اینکه 12 ساعت قبل از آن از تحرکات زیاد، خشم و هیجانات عصبی پرهیز شود. 12 ساعت قبل و بعد از حجامت حتما از نزدیکی خودداری شود و زنان در زمان عادت ماهیانه حجامت انجام ندهند. استشمام گلاب و خوردن دمنوش کاسنی به همراه عسل و سیاه دانه بعد از حجامت توصیه شده است
و چنانچه بعد از حجامت فرد دچار افت شدید می شود، توصیه شده است که به مدت 10 دقیقه پاها را به سمت بالا قرار داده از شربت آبسل و یا قنداب استفاده کند. چه افرادی نباید حجامت انجام دهند؟ باید دقت داشت که فردی که قرار از حجامت انجام دهد چه سنی دارد. در روایات داریم که باید از حجامت افراد بالای 60 سال احتیاط کرد و حجامت کردن چنین افرادی باید تحت نظر یک طبیب ماهر باشد. اگر بیمار هموفیلی است یا کمخونی شدید دارد یا به تازگی پیوند عضو یا دچار غشف شدید و سر است یا اخیراً سکته قلبی یا دچار شوک‌های شدید عاطفی شده باشد، از حجامت این افراد بپرهیزید. همچنین اگر بیمار هپاتیت B یا C یا همان زرده یا ایدز داشته باشد، برای حجامت باید از توان بدنی او اطمینان داشته باشیم و مراقب باشیم تا بیماری آنها را سرایت ندهیم. افرادی که توان جسمی و جنسی بالا دارند هم باید از رابطه زناشویی تا حجامت حداقل 12 ساعت صبر کنند و خوب است برای اطمینان 24 ساعت فاصله را رعایت کنند. بسیار آموختم از گفته های شما. تشکر زیاد. من همینجا از شما و شنوندگان عزیز تشکر میکنم که تا این لحظه با ما بودید. شنوندگان عزیز سوالات و پیشنهادهای خود را که در رابطه با بیماری یا طب نیاگان است برای ما از طریق کامنت هایتان فرستید. شنوندگان عزیز، ما در برنامه‌های آینده در رابطه با بیماری‌ها و راه‌های درمانی ساده آن صحبت می‌کنیم. دوستان فارسی زبان لطفاً برنامه‌های ما را دنبال کنید. امیدوارم از این برنامه استفاده لازم را برده باشید. برای شما شنوندگان رادیو مهر آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.